سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 7 ایول من خیرامون بقازاده تقدیم میکنم. در چارکوه امروز مراسم دفن یک ساکن 18 ساله این جماعت باباریزا ریزویف برگزار شد که دیروز در نتیجه یک مناقشه مرزی سرحدبانان تاجیک و قرغیز از طریق مرزبانان قرغیزستان کشته شد. روز سه‌شنبه با هدف تحقیق ماجرای مرزی به ناحیه سرحدی اسفره ولایت سوغد گنرال شیرعلی خیراللویف یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در رأس یک کمیسیه سفر کرد. خبرنگار آزادی معصوم محمد رجب که از محل حادثه دیدن کرد میگوید شاهدان عینی در ماجرای برخاسته کشور همسایه را گناهکار میکنند و تاکید دارند که حادثه در قلمرو تاجیکستان رخ داده است. باز حضرت قرغیز میبینه این سیکات همینجا و بازی کرده شدگی اینجا که میدان بود است کردستان که و میبیادو این گفته اینها قاپیده گرفته میبرفتگی میشد که اینها کدومش اینجا بوده سرحدبانای ما تلفن میکنه سه تا سرحدبانای ما میبینه و چهار کاس بدگی بله سال باین سرحدبانان به فکر من وای میشد کمتر نوفعال میشد خیلی همه موبایلنده وای میاندازد این همین بچه‌ها کار و خطا دیو جزا دیدن نکو همین چندی کسو وای کار شیشتم کاس نمیدم پرون یگون خیلی چهار بینی نشده و از این پیشم یعنی شیشتم نفر بچه انداخت پرون از کجا از همین جماعت شلوغ چورکو 6 کس در دوام چند ماه چند سال شده یادم نی دیروز کمیته امنیتی ملی قرغیزستان با پخش اظهارات شهروندان تاجیکستان را در نقض قلمرو این کشور متهم و مسئولیت ماجرا را به دوشنبه واگذار کرد. مشکل علامت گذاری نشدن مرز که باعث سر زدن بحث ها بر سر دسترسی به آب و زمین می شود هر سری چند وقت تکرار می شود. با اطلاع مقامات کمیته دینی تاجیکستان از میان بیش از 3000 جوان از مدرسه های دینی کشورهای خارجی به وطن برگشته 64 نفرشان جنایت صادر کردند. در مجموع 308 نفر دانشجویان به وطن برگشتند. همزمان تحلیل‌ها نشان دادند که از تعداد عمومی و جمهوری برگشتگان 64 نفرشان دست به جنایت زدند، از جمله 29 نفرشان بنابر سبب دست داشتن به حزب و حرکات‌های تروریستی در محبسخانه‌های جمهوری و خارج کشور زندانی گردیدند. از میان جوانهای برگشته یک بخششان در عضویت حزب و حرکت‌های تروریستی و همچنین سلفیه گناهکار شده، نفرانی هم به سوریه رفته به گروه دولت اسلامی پیوستند. مقامات تاجیک گئولوژیا میگویند در قلمرو تاجیکستان ذخیره‌های معینی نفت و گاز موجود است. از جمله ذخیره‌های احتمالی نفت در حجم نزدیک 7 میلیون تن و گاز طبیعی بیش از 619 میلیون متر مکعب تخمین زده می شود. در حال حاضر برای استخراج نفت و گاز تاجیکستان شرکت‌های گازپروم نفت روسیه و تتیس پترولیوم کانادا سفربر شدند. این سه شرکت در 28 منطقه اجازتنامه آموزش گئولوژی دارد و گذراندن کارهای آموزشی گئولوژی تا سال 2033 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان داده شده است. کارشناسان میگویند برای استخراج نفت و گاز در تاجیکستان محتاج مواد سخت مبلغ‌های هنگفت ضرور است. محاکمه پرونده جمال الدین محمودوف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که باید امروز شروع میشد تا فردا به تاخیر افتاد. دادگاه ناحیه حصار که پرونده محمودوف را باید محاکمه کند گفت این تاخیر سبب‌های فنی دارد و روز 8 ایول آغاز می شود. جمال الدین محمودوف که نماینده حزب نهضت در کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان هم بود برای حفظ غیر قانونی سلاح متهم می شود. رئیس آژانس خدمت دولتی نزد پرزیدنت تاجیکستان تصمیم از کار آزاد کردن بعضی طبیبان و آموزگاران سنین نفقه را انتقاد کرد و گفت این تصمیم غیر قانونی است. جمعه دولتوف در صحبت با خبرنگاران گفت که تصمیم به نفقه گسیل کردن افراد سالمند مشخصاً مربوط به خدمتچیان دولتی است. مقامات میگویند بعد به نفقه فرستاده شدن بیش از 800 خادم دولتی 2 برابر بیشتر کادر جوان به کار دعوت شده است. یعنی در دوام 3 ماه سال جاری 783 نفر از خدمت دولتی آزاد شدند و در همین دوره 1500 نفر به خدمت دولتی آمدند. هم تعیین شدند و هم انتخاب شدند.
ин ва матолиби бештари видеоиву хабариро аз сайти интернетии радиои озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб дарёфт кунед.